در چت میپرسن که در خانه یا زندان اعتکاف نشستن درست است. برای خانه برای زنها بله، اما زندان اگر اجازتی در مسجد زندان اعتکاف نشستن اگر کسی گرفته تاند میتواند، لیکن در زندان های اعتکاف نشستن غالبا یعنی مستحیل هست، یعنی ناممکن است. برای چی؟ برای آنکه در یک روز قریب 10 مراتب حسابات است. به حسابات باید زندانی برآمده در روی حولی میشیند، حساب میکنن، میشمرن، 1 ساعت 2 ساعت وقت میگیرد هر یک حسابات. 4 حسابات رسمی هست با چند حسابات غیر رسمی و دیگراش است. خلاصه عمرش در بیرون میگذارد. اعتکاف لازم گرفتنی مسجد با نیت تقرب الی الله. اعتکاف لازم گرفتنی مسجد با مقصد نزدیک شدن به الله تعالی و زندان مسجد نیست. بنابراین شما معذور هستید برادرایی که در زندان هستند. شما در همون استرای، در همون قطاری که میشینید برای حسابات همونجا شیشه دعا کردن گیرید. الله تعالی برای تمام زندانی ها نجات و روز آزادی نصیبی روزی گرداند. آمین یا رب العالمین.